اوچا جان اوچا جان من شما رو یاد میکنم. التماس مرا نپرتوید. آورده بود اما بنده بسپرید و دیگه نامد. فکرمی هم دیگه نامد. برای که آنها امروز انتظار میشوند که در روز زادروز کی به آنها تحفه میداده باشد. از سحر میخیزم و یادم به یادی مادرم، گل به گل میپیچد و در کباب است مادرم. هر کی خنداند یتیمی خسته را، باز یابد جنتی در بسته را. کمالا دلداره و الدر را در گوشه خیالشان نبود که روز میرسد و از والدین محروم میگردند. نمیدانستند که اجل در یک هنگام هم پدر و هم مادری مهربان را از آنها به طور ابدی میگیرد. منتظر نبودند که در سن و سال نورسی، هنگامی که به مثال نونهالان باغستان زندگی باید ریشه خود را مستحکم گردانند، هنگامی که میوه‌های شهدبار دوران طفلی را نوش جان کنند و هنگامی که شاخ و پنجه‌های قوی را برای رساندن ثمره شکرین بهر جامعه پند سازند. تقدیر آنها را در چارسوی پر از نشیب و فراز زندگانی به مبتکا و پشت و پناه زمینی‌شان تنها می‌گذارد. این سال 2006 بود، سالی که اگر برای اکثر نورسان با آب و رنگ و دیداربینی‌های نیک، با لذت و سیر و گشت‌ها، با عید و جشنواره‌هایشان خاطرمان باشد، برای کماله و دلداره و الدر سال ویدا با والدین بود. سالی که برابری به خاطر آوردن واقعیت مدهش آن در چشمان این سه نونهال به اختیار اشک حلقه می‌زند. آنها نمی‌دانستند که تقدیر برایشان چگونه زندگانی را آماده ساخته است. از سحر میخیزم و یادم به یادی مادرم، گل به گل میپیچد و جگر کباب است مادرم، گل به گل میپیچد و جگر کباب است مادرم. در شب خوابم ببینم پیش مادرم سیاه، همچه خستم ببینم همچه گریون میشم. در اینجا با من یک خواهرم دلداره، دادرم الدار تربیت گرفته ایستادیم. ما را در اینجا مربیان به مثل فرزند خودشان نگاه بینی میکنند. در اینجا همه شرایط خوب می باشد. من در اینجا بعد درس به محفل های در آمده مشغول می شوم. با من محفل کتابخانه دوزندگی را یاد می گیرم. بله، حکومت جمهوری تاجیکستان با آغوش گشوده این طفلکان نورس را در چارسوی حیات تنها نگذاشته است. نگذاشت که در این دوران پر از تهدیدهای ناخلف این اعضایان کامل حقوق جامعه مبتلای دردهای بی‌دوا به مثال نشهمندی و قانون شکنی و غیرها شوند. خانه کودکان شهر ترسونزاده کماله و دلداره و الدر را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی خود گرفته است. وقتی که من رفتم در کابینت دیرکتور 3 نفر شدیم، اکبر کماله و دلداره جان و الدار جان. من اینوی دیده خیلی با غمگین شدم، چون که 15 نفر اینجا در گروه ما 15 نفر بودم و برای من هم شادی بود هم کمتر ویتر بود. برای همین اینو وای کردن وقتی که معامله اینوی برای اینو من مهرم ماندن، مهر وای من وای کردن خیلی عذاب کشیدم امانش. بعد خیلی اینو مهر ماندن وقتی سر لباس گرفتم میدادم سکاز رفتیم اینو تماما دیگر بودم. من سر لباس و وای قبول کردن خواهرش که دادرش گرفت نه که اپیش گرفت دنگله کرده وای کرد خیلی برای من مشکل بود. و اینوی من آسسته مهر موندم شبا الان میگفتم مهربونی میکردم هم هرچند رنگی مادرش اینو با مهرم موندم. تعلیم و تربیت، شرایط زیست و زندگانی و فراغت در خانه کودکان شهر ترزاده طرز برای مانده شده است که باشندگانش در سیمای مربیه‌های غمخوار و مهربان والدین خود را به زودی در می‌یابند. شرایطی برابر به طرز زندگانی در خانه خود و حتی بهتر از آن را دچار می‌آیند. همین است که این 3 نفران به زودی با دیگر باشندگان خانه کودکان انس گرفتند. وطن 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 جان، برای ما تن و جان، چون پدر و چون مادر مرا گرفته در بر. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو،
میکنم شکرانه از آزرم از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. تاجیکستان ملکی آزادم، کشوری پر فیض و آبادم. جشن استقلال داری تو، من ز استقبال دلشادم. عید آزادی مبارک باد، فیض آبادی مبارک باد. تاجیکستان نوری چشمان، منزلی آبادی من. آفتابی پرپرافشان، خانه آبادی من. با تو ماند جاویدان، دولتی سامانیان. تاجیکستان 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 نوری چشمان. آخر سال گذشته هنگامی که خانه کودکان شهر ترسونزاده به تازگی از تعمیر کلی برآمده بود، سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان به دیداربینی این کودکان آمدند، البته با دستاویزهای ارزنده. کمرا نگاه ای قدر خوش شدی ناس خونه بای علاقت خونه شرایط را مهیا کردیم ما برای شما. با آینده من یک بینای نوی دیگر میسازم اینجا. یک سال یک نیم سال پس دیگر در همین داخل خودتان میخوانید، در مکتب خودتان، جای خوابتان. فقط همین از من نصیحت که شما خونه انتظام خوب داشته باشید، دانش آموزید، سواد آموزید، زبان آموزید. خب تکنولوژی کامپیوتری را مسخره کردن در کار خونید که آینده از زندگیتان خوبتر و بهتر بگذرد، مشکلی در زندگی نمیشود. سواد داشته باشید، در همه جا نانتان صاحبی کرده میتوانید، زندگیتان را پیش برده میتوانید. بعد وطنم تاجیکستان من حاضر شعری که خوانده تاجیکستان را وطن آباد کردن در کار میکنه. وطن کی آباد میکنن؟ بله نورستان و جوانان امروزه، بله متخصص. دخترکان از آموزش هنرهای خاص بانوان نیز برکنار نیستند. آموزاندن پخت و پز که از هنرهای اولین درجه بانوان به حساب می رود، پیوسته در مد نظر مربیان خانه کودکان است. حالا ما سبزی سالاد تیار کرده ایستاده ایم. هر روز ذوق کردی و کردی انتظار شده اینجا به می بیان که همون مادر مهربان آن همون پخت پزه یاد میتید گفته اینجا به می بیاد و یا هر روزش به. تاجیکان با هنر دوزندگی مشهور جهانند. این هنر زیبای قدیمی تاجیکی نیز در خانه کودکان شهر ترسونزاده به گوشه فراموشی انداخته نشده است. 20 سال باز در خانه کودکان راهبر محفل شده کار میکنند. دخترانه محفل به فعالانه اشتراک میکنند، دخترانه نظم میبینند. آشخانه باششگاه مکان است که تربیتگرندگان نوابسته از سن و سال بعد از تدریس در مکاتب یا مشغولیت در محفل‌ها با هم می آیند. شیر برنج، کلبشه، کافه، سیب، ماندارین، قند، شکلات. 25 سالش در همین آشخانه کار میکنم، همچون سرآشپز. ما کارگران همین آشخانه حرکت داریم که برای همین تربیتگران اوقات‌های بامزه با لذت تیار کنیم که طبعی اونها را شاد گردانیم. در خانه کودکان از سن 4 سالگی تا سن 16 سالگی تربیت میگیرند. در اینجا 10 گروه تربیت گرفته ایستادند. بله، امروز کماله و دلداره و الدر بر این نورسان در خانه کودکان شهر ترسونزاده خود را تنها و بی پرستار حس نمی کنند. مامام آورده من را همجا موند، دیگر نآمد خبرگیری. نه که من میخواهم که کلان شوم، در وطن خدمت کنم، آمده دکتر شوم، بعد آمده کودکان را نگاه بین کنم، بعد
من در خانه کودکان طول 6 سال شده است که استقامت میکنم و در اینجا من از همه مثلا همه شرایط به ما مهیا میباشد، چه از جهت خوردن، چه از جهت پوشیدن. برادران عزیز، وقتی که ما برنامه رو در خانه کودکان شهر ترسوزا آماده می‌نمودیم، در اینجا از ماموریت مکتب به ما خبر دادند که اپای قهرمان برنامه ما دلدار بانو امروز زادروز داشته و این تحفه رو ما به دلدار بانو تقدیم می‌کنیم، چون که هر یک آنها امروز انتظار می‌شوند که در روز زادروز کی به آنها تحفه می‌داده باشد. دستور سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در بابت غمخواری نسبت یتیمان و بی‌پرستاران در فعالیت خانه کودکان شهر ترزاده اجرای خود را یافته است. کماله و دلداره و الدر بر این کودکان شخصان گم کرده خود را در سیمای مربی‌های غمخوار و مهربان خانه کودکان شهر ترسونزاده دریافت نمودند و زندگانی خرمانه دارند. ولی متاسفانه اینجا کودکان را نیز واخوردن ممکن است که پدر یا مادرشان در قید حیاتند. این کودکان نیز از شرایط مهیا کرده حکومت جمهوری تاجیکستان راضی‌اند، ولی آرزوی دیدار والدین آنها را همیشه پیگیر است. مادرم جانه نباشم تو را نگهبانه، مادرم جانه نباشم تو را نگهبانه، خاکی پایت نوری دوست چشمانه نباشم تو را نگهبانه، خاکی پایت نوری چشمانه نباشم تو را نگهبانه. اوچه جان من شما رو یاد میکنم، التماس مرا نفرمایید، من تنها نیستم، مادر دارم، لیکن اقلا یک سال و یک بار بگید اوچه جان من شما رو یاد میکنم. اوچه جان من تنها نیستم، پدر دارم، مادر دارم، لیکن مادر خودم در همین جا باشه.